اگه تو هم موافقه بیا بهت یاد بدم چجوری فقط با یه کره مو اینطوری استایلش کنی. اول از همه موها باید خیس باشه. بعد به سمت پایین شونش میکنیم. کره مومونو برمیداریم. اینطوری میکشیم به مومون. حالا نوبت اسکرانچه. وقتی اسکرانچ میکنید باید صدای خیسی مو رو بشنوید. حالا میخوایم موها رو برگردونیم. بعد خیلی آروم این کارو بکنیم و دقت کنید که پرتابش نکنید به پشت. بعد خیلی آروم یکم کف سرمون اینجوری تکون میدیم. حالا تو این مرحله اون فرمی که میخواید موهاتون موقع خوش شدن داشته باشه رو بهش میدید. تو این مرحله هر جاشو که حس کردید نیاز داره میتونید فینگر رول کنید. دیگه میتونید بذارید همینجوری تا هوا خوش بشه. ولی من چون میخوام با فشار خوشش کنم یه ماه سرارت هم میذارم به موهام. یه 5 دقیقه 10 دقیقه اجازه میدم بمونه بعد فشار میکشم. اول به همین فرمی که داره با دیفیوزر یکم خوش میکنم. موهاتون رو برعکس میکنید. بعد این شکلی خشکش میکنید. بعد وقتی تموم شد خیلی آروم موهاتون رو میگیرید برمیگردونید. و تمام. اگه سوالی داشتید حتما تو کامنت ها یا دایرکت ازم بپرسید. تو ویدیو بعد میبینمتون.